در تاجیکستان با گزارش سالانه سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch واکنش کردند. در این گزارش آمده است که رعایت حقوق مردم در تاجیکستان در سال 2023 نیز بهتر نشد و زیر پا کردن آن از طرف مقامات همچنان ادامه یافت. اما تحلیلگر سیفالله سفروف چنین ارزیابی را به اساس و دور از واقعیت می‌داند. فرض کردیم بر مسئله همین حزب‌های سیاسی در مسئله که اونجا به حزب نهضت اسلام اشاره کردند، باید گفت که اینجا با دیگر مسئله هایی هست که از لحاظ موقع دولت در اونجا بعضی جنایت ها آشکار شدند و ما از اونها از روی همون جنایت ها محکوم شدند و نسبت دیگر مسئله هایی که برداشتن باز هم همین است، یا تهدید به امنیت است یا یگان کار دیگر است، مخصوصا در مسئله بدخشان، در مسئله بعضی ژورنالیستان و غیره و کذا. دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch در گزارش نو خود همچنین تاکید کرده است که سال گذشته صداهای مستقل و منتقد حکومت در تاجیکستان همچنان سرکوب شدند. صدها سازمان غیر دولتی ناچار کار را بس کردند. فعالیت سازمان‌های دینی یا محدود و یا قطع شد. اما نمایندگان مقامات قبلا بسته شدن سازمان‌های جمعیتی را به سبب دوباره و سری وقت ثبت نام نکردن ربط می‌دهند. بسیاری آنها با سبب نبودن مبلغ بسته شده است. شما می‌دانید که طبق قانونگذاری ملی آنها مستقل هستند، آنها در وزارت عدلیه خود را به قید می‌گیرند، نظامنامه خود را پیشنهاد می‌کنند و به فعالیت سر می‌کنند و آنها اساساً طبق لایحه‌ها کار می‌کنند و اگر وقت لایحه که تمام شد فعالیت آنها به آخر می‌رسد. در گزارش سالانه دیدبان حقوق بشر از حقوق زنان و دختران در تاجیکستان هم گفتند که به قول مؤلفان همچنان زیاد پایمال می شود و حکومت هم به این مسئله اهمیت نمی دهد. برخی حقوقشناسان در مجموع ارزیابی های نو این سازمان را به واقعیت نزدیک می دانند. نه تنها آنهایی که در مورد آنهایی که با هر بهانه پرونده آغاز کردند مشکلات و معماها دارند، اینچنین آنهایی که دیگر اندیشانی که از ارزش‌های دموکراسی جانبداری میکنند به شغل معین هستند. این از معماهای نظام سیاسی گواهی میدهد و نادیده گرفتن چنین ایراه‌ها به منفعت دولتداری نیست، زیرا که یکی از شرط‌های تشکل افکار درست بین المللی محض همین گونه گزارش‌ها میباشد. بار اول نیست که حکومت تاجیکستان برای بی‌اعتنایی به حقوق مردم زیر پا کردن آن از طرف سازمان‌های بین المللی حامی حقوق تنقید می شود. سالهای اخیر و با بدتر شدن وضع حقوق انسان این تنقیدها زیادتر و بلندتر و بیشتر صدا می دهند.